سلام علیکم، خوش آمده به کانال رویگون. آیا بارداران عزیز، امروز 14 اکتبر برف یکم در شهر مسکو автовокзали Котельники در عین اون چخیلی که دیدین ما در автовокзали Котельники قرار داریم. روی ما قربان علی بارداران عزیز اتوبوسایی را که میبینید اتوبوسا هر هفته روزهای چهارشنبه، شنبه، سه شنبه، جمعه رسو میشه. پیش اومدن زنگ زنه بارداران عزیز که می بیاین تلپا آدم میشه به جا میمونین در این خنیکی کودکای مایده را نبیارین. نفرایی که به دکمنت ویدیو را با دقت گوش کنین. به دکمنتو ما جواب نمیگیم. در دکمنت بسیاری و بعضی را رسای پیشتره در دستگیری میکردیم از 3 تا 5 هزار را بگیریم و بسیاری ها پیچت های فرشیوی دارن، رگیستراسیون ندارن و راه در این حال ریدو رفته است، پراورکو سخت رفته است. با همین خاطر یا مزرعه نارودی نگیرین یا که خطی تو سوم گیرین توکل به خدا میبینه میشنه میره، یا که خوبترش که شرایط داشته باشه بلیط سمالیات خریداری کنین که آدمایی که دکمنت دارن همو یعنی مشکلی یعنی بسر همو را مشکلی نبیاره. ای روی به دکمنت ها اتوبوسا یک سوکه دو سوکه عدلو دام است، پستو دام است. و همین خاطر خوبترش که حرکت کنین که دکمنتاتون اساس کنین، بعد خریداری چیپتا کنین. و نفرایی که شهروندی روسیه را دارین، زاگرام پاسپورت تاجیکی دارین، میتونین آزاد جاتون برانی رو کنین بیابرین. و نفرایی که باگاژ میپرسن 30-40 کیلومتر باگاژ یک سومکا گیرین بیس پلات نه یگان کاسا سوم نمیتین. اتوبوس پرسات که میشه پرسات که ازبکستان تا ریگار دوشنبه میشه. فشکی با یک بار دیگه میگم که جاتون برانی رو کنین، بعد بیاین که برای برف خنکی و کودکای مایده 2 ساله پایان و افشه شرایط باشه سمالیات دارایی کنین. اتوبوس عذاب باید و بسیاری هم کامنتاریات هم می نویسن که عذاب کشیدیم. برادرها با یک بار دیگه شما را التماس گوش کنین، اول پیش اونه که زنگ میزنه ویدیو را تا آخرش تماشا کنین، شرایط باشه سمالیات قطع روین. اتوبوس برای هم نفرای هست که رفتگیان میدونن چی خیلی شاید شرایط اتوبوس و پرتوقتا همون نفرای اتوبوس خیلی میتونن سفر کنن. برای آدمایی که نازکن و اتوبوس برای شما نیست باردارو، با یک بار دیگه خواهش میکنیم که اول ویدیو را تماشا کنید بعد زنگ بزنید. هر هفته روزهای سه شنبه، جمعه، چهارشنبه، شنبه رس میشه. پیشکی زنگ زنه جای خودتون برانی رو وقت کنید. میبین اتوبوسا یعنی دیگه خریدار نمیشه. میبین برانی رو وقت کردین، میبین جو با جو یعنی سخت سلامت سفر میکنه. این تکنیکه بالونش میکفه، موتورش میزنه. پیش اونه که سفر میکنین یک بار خوب فکر کنین بعد جایتون برانی رو وقت کنید.